کن، همش داری ساحل کشورهای عربی رو دید میزنی. بابا حواسم هست دیگه، گیر میدی. اصلا خودت بیا 2 دقیقه رو هوا معلق باش ببینم میتونی. اشک، خب یه وقتی موشک‌های ایرانی رفتن صاف بخونن وسط تل آویو، تو جواب اون نتانیاهو رو میدی؟ من نمیفهمم اسرائیل گندگویی میکنه تو منطقه، وقت ما بدبخت ما از آمریکا پاشیم بیام اینجا مراقب باشیم. حرف سیاسی نزن، کارتو بکن، من میرم چای بخورم میام. گیری کردیم و حداقل حقوقا هم یکسان سازی نمیکنن، خرج خونه رو در بیار. ای بابا کجا با این عجله؟ جانم تو کیمدی؟ من پیشرفته ترین پدافند هوایی آمریکا هستم. خیلی خوشبختم، چه بر و روی، خیلی ماشاءالله داری. چی میگه؟ ببینم عموتون اینجا چی کار میکنی؟ ما اینجا هستیم تا نذاریم هیچ آسیبی به اسرائیل برسه. چطوری یعنی؟ اینطوری که هیچ موشکی امکان عبور از ما رو نداره. محمد این دریازده نشده، داره هزیون میگه. نمیدونم والا، شاید از این الکل تقلبیه بهش انداختن. احتمالش هست، متاسفانه مشتری مداره دیگه سرش شیرده. تو ایران خودمونم کلی تلفات دادیم. هی امانت جهل و نادانی. اینجا دانشگاه نیست کرسی آزاداندشی رو انداختید، اینجا میدون جنگه. پس برو بزرگترت بگو بیاد، ما تو کار بچه نیستیم. ببین هر حرکت اضافه مساویس با من، بگم که همه گزینه‌ها رو میزه. خیالت راحت، ما ایرانیان نصف مشکلاتمون رو زیرمیزی حل میکنن. نه جل پسر بهتره بری کنار. اون وقت یه نرم چی؟ ببین ما تازه بالستیکاشیم، ما این های پرتونو خواه بریسن، شرف براتون نمیذارم. قصه نخور، ما برای اونم برنامه داریم. باشه. یا جیس اسکراس، اینا دیگه چی بودن؟ های پرتونو خواه؟ نه حالا کجا رفتن؟ فکر کنم رفتم برای نتانیاهو یه خط نسورون بگیرم بیام.